قراره همراه با تیمش روی من انجام بدن. پس خوب منو نگاه کنین که دیگه تا چند ساعت دیگه اصلاً منو نمیشناسین. The show starts now. میکوور من داره شروع میشه. ببینیم که بعد از اینکه کارشون تموم شد، مو، ناخن، میکاپ، همه چی تموم شد، من چه شکلی میشم. مطمئن باشین که اصلا منو نمیشناسین. من الان دارم رنگ مو رو میشورم. اینجا رنگ قهوه‌ای قرمز رنگ رو داریم که باید با رنگ برنز بهش نما بدیم تا رنگ طلایی لباسی که روون طراحی کرده بیشتر به چشم بیاد. و کاری که من الان میکنم رنگ زمینه رو با هایلایت‌ها دارم با هم قاطی میکنم. اینقدر این کار رو انجام میدم تا موقعی که حس کنم رنگ‌ها به خورد همدیگه رفتن و اختلاف و تمایز رنگ زیادی هم با همدیگه نداشته باشن. بعد اونها رو میشورم و بی‌صبرانه منتظرم تا ببینم چه نتیجه‌ای میدن. خب در حالی که موها رو میشورم میتونیم تقریبا لایه‌های برنز و دبلای موهای قهوه‌ای و قرمز ببینیم و هرچه بیشتر میشورم میتونم بگم که این موها درخشان‌تر میشن. خب ما الان بالای چتری موها رو کمی سشوار کردیم تا رنگش رو دقیق‌تر بتونیم ببینیم. تون رنگ موها مثل رنگ برنز لباس و گردنبندش شده و به خصوص این که می‌خوایم ببینیم که هایلایت هایی که توی مو هستش به پوست پانیزا که حالت برنزی هم داره هماهنگی داشته باشه و به همین دلیل کمی هم تون برنز و طلایی رو باید به موها بیشتر اضافه کنیم. یعنی باید دوباره اونا رو بهش اضافه کنیم که دقیقاً به رنگ مردمک چشم و گردنبند پانیزا هماهنگ بشه. خب ببینیم رنگ موهام چی میشه. خلاصه من خیلی بی‌صبرانه منتظرم ببینم آخر اینا با من چه کار میکنن. یک میکوور واقعی از سر تا ناخن پا. تا چند دقیقه دیگه هم باید برم ناخونامو درست کنم. خب پس منتظر باشیم ببینیم. خیلی خوشحالم که رنگ موی مورد نظر خودم رو به دست آوردم. حالا نوبت رسیده به مرحله اصلی و تغییر اساسی، یعنی کوتاه کردن موها. طبق جدیدترین مدای مو می‌خوایم موهای پانیزا رو کاملا کوتاه کنیم تا کاملا از لحاظ شکل و قیافه فرم جدیدی رو برای پانیزا به وجود بیاریم. من میخوام موهاشو از پشت گردنش کوتاه کنم و باید برش‌های هندسی منظمی رو ایجاد کنم به طوری که ولوم زیادی توی این موهاش مشاهده بشه. باید یک دسته چتری موها رو در قسمت چپ صورت خیلی عروسکی و کج تا روی چشم‌ها بیارم و به این ترتیب انرژی نافذی در چشم‌های اون به وجود بیارم. مطمئنم میتونیم یکی از 12 نامزد این مسابقه باشیم.
من روبرت گپورت هستم و از شهر اوبرهاوزن آلمان میام. من در رشته مهندسی دیزاین مد تحصیل میکنم در دانشگاه موشنگلادباخ و تحقیقاتم در مورد جدیدترین مدهای 2011 هست. ما میخوایم امروز هم همین کار رو در فوتوشوتینگ انجام بدیم و به همین خاطر خانم‌های زیادی رو زیر نظر داشتیم در مقطع مدیریت، در جامعه و حتی دانشگاه و خواستیم انعکاسی از این طبقه رو در فوتوشوتینگ امروز نشون بدیم. Wir hatten beobachtet, auch in den Studien, die Frauen, die gewinnen immer mehr. اینجا شلواری رو داریم که با برش و ساسونهای کلاسیک و پسرونه هستش، در حالی که شخصیت زنونه هم در این شلوار حفظ شده. شلواری که پارچه اون 100% ابریشم هست و همراه با دکولته‌ای که با این شلوار ست کردیم، طبق جدیدترین مدهای ایتالیا فکر می‌کنم که تونسته باشیم یک چهره بیزینسی یک زن رو نشون بدیم. سلام، اسم من ایزابلیتا پارک هست و اصلیتم اسپانیاییه و در اینجا کار کاشت ناخن رو انجام میدم. من این کار رو طوری انجام میدم که به صورت خیلی طبیعی دیده بشه و کسی متوجه نشه که مصنوعیه. من با مواد اسیدی و اکریل کار نمی کنم، بلکه با ژل خالصی که مخصوص این کار هست و لایه خیلی نازکی رو روی ناخن میکشم، چرا که باید خیلی طبیعی به نظر بیاد و خانم‌های مدیست امروز میخوان زیبایی طبیعی داشته باشن. من میخوام برای برنامه پانیزا استریت چارت یک آهنگ انتخاب کنم و من Medina, you and I entschieden. The music is making me grow in the
الان ناخن‌های طبیعی پانیزا رو قایم کردم زیر ناخن‌های جدید که مدل قشنگ فرنچ هست. و پانیزا مدل خیلی تک و به خصوصی رو برای ناخناش انتخاب کرده. اون میخواد ورقهای واقعی طلا رو داخل ناخناش کار کنم که همین کار رو الان انجام میدم. بله، این هم رقیب من انیسا که امروز با هم در این فوتوشوتینگ شرکت کردیم. انیسا در رشته آوانگارد در این مسابقه شرکت کنه و اونطوری که میبینم مثل این که اصلا از مدل موهاش راضی نیست، ولی هیچ اشکالی نداره به خاطر اینکه منم اصلا موهای کوتاهمو دوست ندارم. و اینم آنجلا که آرایش صورت منو امروز قرار انجام بده. امیدوارم که آرایش صورتم هم خوب بشه. خب همونطوری که میدید اسم من اولیور هستش و من خیلی خوشحالم که میتونم در مسابقات فوتوشوتینگ جرمانی اوارد شرکت داشته باشم به همراه تیمم، یعنی دیزاینر و طراح لباس و همچنین همسرم آنجلا. و تیم ما اما 2 تا مدل لوکس توی این مسابقات داره، یکی در قسمت آوانگارد و یکی هم در قسمت بویز لوک یا همون نگاه پسرانه یک دختر که میخوایم در جدیدترین مدل های سال 2012 یک مقام خیلی خوب رو بیاریم. اما اصلا جدیدترین مدل های سال 2012 چه مدل هایی هستن؟ تجزیه و تحلیل مد این روزها یک خانم پیشرفته